امروز اومدیم با معرفی آنباکس یه دستگاه دیگه. اون دستگاه چیه؟ یه پمپ 12 ولت براتون آوردیم، شارژ کردیم. این پمپ نیمسفه، به درد کسایی میخوره که معمولا شما حساب بکن مثلا برق ندارن، تو روستا زندگی میکنن. این پمپ که 200 وات 12 ولت، شما میتونی از این پمپ مثلا برای داخل روستا و این چیزا استفاده بکنید. 35 لیتر در دقیقه آبدهیشه. اتومات هم روش میخوره، من به اتومات میتونید روش ببندید. معمولا برای جایی که برق نداره میشه استفاده کرد. نهایتا هم از چاه میتونه تا 3-4 متر مکش بکنه. اسم این برندم CMBه. قیمتش هم در میاد 7,500,000. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این زیر نظراتتون بر من کامنت بکنید. همه رو جواب میدم، همه رو پاسخ میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره.